تاو هر دو این ورزشکاران هستند که در یکی از شرکت‌های بنفوذی وان اف سی برآمد میکنند. اکنون ببینید موین با هجوم گذشت، در حال توسط پای و دست بسیار قوی است و این برای موین امکانیت بیشتر داد. دوستان عزیز اکنون بله بار دیگر خوش آمدید به مجمع ورزشی ناحیه دنقره. دوستان عزیز و ارجمند و محاربه اولینه که در این تالار با شکوه ورزشی صورت گرفت، این همون چهره شناخته ورزشی تاجیک موین غفورов است که بارها در مسابقات سطح بین المللی انا همین گونه محاربات یا آمیخته یا سمبوی محاربوی تاجیکستان را نمایندگی کرده است و یادآور میشیم که در اینجا دوباره درجه بین المللی ارتیام تراسف این آزمایی را حکمی میکند و موین غفورov در همون لحظه اولی که به حریفش نزدیک میشد الکی یک های کیک گذرانید، بعدا همون در ابتدای رقابت تیکداون اول نیز به نام او نوشته شد. اکنون در حالت پرتری نیز ما میدانیم که موین غفورov یک مهارت والا دارد و اکنون با همون اصول هایی که در بالای پرتر یا در بالای مد اجرا کردن همون گونه اصول ها رایج است. موین غفورov همون اصول ها را ببینید ضربه ها نیز میگذراند و مرادلی در این مورد شما چی گمان میکنید؟ آیا قبل از انجام هم میتواند تسلیم کند حریفش را؟ بله در اینجا اصلا اگر ببینیم عنوان موین غفورov چمپیون جهان است در رشته سمبوی محاربوی و بسیار آسان ببینید حالت لا دادن دست رو موفق میگردد و خیلی رقیب در حالت ناگوار است. فکر میکنم این بسیار حالت عجیب است برای موین با دست آوردن غالبیت، خیلی موقع خوب را خوش گرفته است و حالت لا دادن دست همین طریق موین غفورov در اینجا غالبیت را با دست آورد. اکنون اولین پیروزی است که موین غفورov اینو با دست آورد. بله این اولین پیروزی و یادآور میشیم دوستان عزیز در همون لحظه های اول در دقیقه на первой минуте 44 секунде первого раунда победу боевым приемом одержал Муин Таджик Ғафуров. از رقابتش برای شما نمایش داده بودیم. ببینید اکنون برای بفکرم برای موین خوب است رقابت کردن با او. سامی امین حالا یک ضربه موین رو قبول کرد و دوباره بر مقابل موین مستحکم استوارتر میایستد، اما موین باشد همانو شتاب نمیکند برای ضربه. اکنون ببینید حالتی که باز هم سامی امین رو در حالت ناگوار مانده است. ضربه های مستحکم موین غفورov خیلی ضربه های قوی، اما رقیب نیست، بازم به هجوم میگذارد. موین باشد خود را در کنار گرفته ایستاده است. توسط برگشت با پای، اما حالت عجیب. نه در اینجا موین خوب است، موین خوب کار میکند، موین خوب کار میکند و سامی امین باشد خود را خوبتر میگیرد. در اینجا امکانیت زیبا است برای موین ضربه زدن، خیلی حالت زیبا. پای را سر اول موین میبرارد برای خوبتر موقع خیش را اشغال کردن و بعدا ضربه زدن برای موین باید میسر گردد. سامی امین این ورزشکار مصر ببینید موین ضربه میزند، خیلی ضربه های قوی از سمت راست چپ. رقیب در یک حالت ناگوار است، ببینید همه از پای برمیخیزند برای موین به حالتی که رقیب را انداخته است. رقیب نیز در حالت ناگوار است. سامی امین در حالت ناگوار است. موین ضربه میزند، خیلی ضربه هایش قوی است. در حالت دیگر بالا نظارت میبرد هر دو را برای ویران نکردن قاعده های سمبوی محاربوی کسبی. در اینجا سامی امین دیگر در حالتی خیلی ناگوار قرار گرفته است. موین ضربه میزند، باز هم حالت های زیبا را موین به دست میگیرد. از سمت چپ راست ضربه زدن برای میسر میگردد، دوباره ضربه میزند. در حالتی پرتری کار کردن برای موین آنقدر ببینید برای رقیبی موین آنقدر خوش است. او راست ضربه میزد، اما توقف است. در حالتی کم کار کردن موین ممکن است هر دو را از جای برخیزانند. بالا نظارت میبرد این رقابت را. سامی امین مصر مستحکم رقیب را داشته است. موین را نمیخواهد که با او ضربه زند، اما موین باشد با هر کار با هر حرکتی نباشد خود را از این حالت رها میکند و دوباره میسر میگردد، ضربه میزند. در یک حالت ناگوار است، ضربه های قوی موین بس را میرزد. اکنون خیلی حالت زیبا موین ضربه میزند، حالت زیبا برای موین ضربه زدن، خیلی همه حالت عجیب. بالا نمیتواند که از این حالت نظارت برد، چون که در اینجا حالت ناخوشی با بار آمدنش ممکن است. موین با ضربه میزند، حالتی داشتن را بالا نشان میدهد.
از کنجی سرخ موین ضربه میزند. تمام. این غالبیتی موین است. غالبیتی پررأی موین غفورов از دوستان عزیز. سامی امینی مصر در اینجا مغلوب میگردد و موین در دوره فینالی پیروز گشت و این پیروزی موین است. پرچم بر دست میگیرد. خیلی عجیب بود. اکنون موین غفورov در وطن خویش در میدان خود غالبیت به دست آورد در مرحله فینالی گران پری جام آسیا. این قوازمایی در دقیقه پنجم دوستان عزیز به انجام رسید. البته یک های کیک گذرانید، بعدا همون در ابتدای رقابت تیکداون اول نیز به نام او نوشته شد. اکنون در حالت پارتری نیز ما میدونیم که موین غفورov یک مهارت والا دارد و اکنون با همون اصول هایی که در بالای پارتر یا در بالای مد اجرا کردن همون اصول ها رایج است، موین غفورov همون اصول ها را ببینید ضربه ها نیز میگذراند و مراد علی در این مورد شما چی گمان میکنید؟ آیا قبل از انجام هم میتواند تسلیم کند حریفش را؟ بله، در اینجا اصلا اگر ببینیم عنوان موین غفورov چمپیون جهان است در رشته سامبوی محاربی و بسیار آسان ببینید حالت لا دادن دست رو موفق میگردد و خیلی رقیب در حالت ناگوار است. فکر میکنم این بسیار حالت عجیب است برای موین با دست آوردن غالبیت. خیلی موقع خوب را خوش گرفته است و حالت لا دادن دست همین طریق موین غفورov در اینجا غالبیت را به دست آورد. اکنون اولین پیروزی است که موین غفورov اینو به دست آورد. بله، این اولین پیروزی و یادآور میشیم دوستان عزیز. نه در اینجا موین خوب است. موین خوب کار میکند. موین خوب کار میکند و سامی امین باشد خود را خوبتر میگیرد. در اینجا امکانیت زیبا است برای موین ضربه زدن. خیلی حالت زیبا. پای را سر اول موین میبرارد برای خوبتر موقع خویش را اشغال کردن و بعدا ضربه زدن برای موین باید میسر گردد. سامی امین این ورزشکار مصر ببینید اوه موین ضربه میزند. خیلی ضربه های قوی از سمت راست چپ. رقیب در یک حالت ناگوار است. ببینید همه از پای برمیخیزند برای موین با حالتی که رقیب را انداخته است. رقیب نیز در حالت ناگوار است. سامی امین در حالت ناگوار است. موین ضربه میزند. خیلی ضربه هایش قوی است. در حالت دیگر بالا نظارت میبرد هر دو را برای ویران نکردن قاعده های سامبوی محاربی کسبی. در اینجا سامی امین دیگر در حالتی خیلی ناگوار قرار گرفته است. موین ضربه میزند. باز هم حالت های زیبا را موین به دست میگیرد. از سمت چپ راست ضربه زدن برای میسر میگردد. دوباره ضربه میزند. در حالتی پارتری کار کردن برای موین آنقدر ببینید برای رقیبی موین آنقدر خوش است. او راست ضربه میزد اما توقف است. در حالتی کم کار کردن موین ممکن است هر دو را از جای برخیزانند. بالا نظارت میبرد این رقابت را. سامی امین مصر مستحکم رقیب را داشته است. موین را نمیخواهد که با او ضربه زند اما موین باشد با هر کار با هر حرکتی نباشد خود را از این حالت رها میکند و دوباره میسر میگردد. ضربه میزند. در یک حالت ناگوار است. ضربه های قوی موین بس را میرزد. اکنون خیلی حالت زیبا موین ضربه میزند. حالت زیبا برای موین ضربه زدن. خیلی همه حالت عجیب. بالا نمیتواند که از این حالت نظارت برد چون که در اینجا حالت ناخوشی با بار آمدنش ممکن است. موین با ضربه میزند. حالتی داشتن را بالا نشان میدهد. از کنجی سرخ موین ضربه میزند. تمام. این غالبیتی موین است. چین جاتا هر دو این ورزشکاران هستند که در یکی از شرکت‌های بانفوذ وان اف سی برآمد میکنند. اکنون ببینید موین با هجوم گذشت در حال توسط پای و دست بسیار قوی است و این برای موین امکانیت بیشتر داد دوستان عزیز. اکنون بله، بار دیگر خوش آمدید به مجمع ورزشی ناحیه دنقره دوستان عزیز و ارجمند و محاربه اولینه که در این تالاری با شکوه ورزشی صورت گرفت. این همون چهره شناخته ورزشی تاجیک موین غفورov است که بارها در مسابقات سطح بین المللی انا همین گونه محاربات آمیخته یا سامبوی محاربوی تاجیکستان را نمایندگی کرده است و یادآور میشیم که در اینجا دوباره درجه بین المللی
артем тарасов ин қуввозмоиро ҳакамӣ мекунад ва муин ғафуров дар ҳамон лаҳзаи аввале ки ба ҳарифаш наздик мешуд, дар ҳамон лаҳзаҳои аввал дар дақиқа На первой минуте 44 секунде первого раунда победу болевым приемом одержал Муин Таджик Гафуров. аз рақобаташ барои шумо намоиш дода будем. бубинед акнун барои ба фикрам барои Муин хуб аст рақобат кардан бо ӯ. Сами Амин ҳоло як зарбаи Муинро қабул кард ва дубора бар муқобили Муин мустаҳкам устувортар меистад, аммо Муин бошад ҳамоно шитоб намекунад барои зарба. оҳо акнун бубинед ҳолате ки боз ҳам Сами Аминро дар ҳолати ногувор мондааст. зарбаҳои мустақими Муин Ғафуров хеле зарбаҳои қавӣ, аммо рақиб низ баъзан ба ҳуҷум мегузарад. Муин бошад худро дар канор гирифта истодааст. тавассути баргашт бо пой, аммо ҳолати аҷиб